سلام، من احمد هستم. امروز در ادامه بررسی لینک‌های انتقال تصویر درون FPV قراره با یه محصول دیگه آشنا بشیم، با یه خانواده از محصولات در اصل که مربوط به شرکت کدکس با برند تجاری واکسنل. یه ذره اسم عجیب غریبی انتخاب کردن، مثلا نمیدونم چرا. کمپانی کدکس یه مجموعه تولید کننده دوربینای FPV بود و دوربینای آنالوگی خیلی خوبی هم تولید میکرد که DJI در اصل شروع کرد یونیت ویستاش رو جدا فروختن. یکی کمپانی کدکس و یکی دیگه رانکم اینا شروع کردن این یونیت رو از DJI گرفتن و دوربین خودشون روش گذاشتن و این شد کدکس ویستا. بعد از این کمپانی کدکس به فکر این افتاد که محصول خودش رو تولید بکنه و اون رو با نام تجاری واکسنل توی بازار داد. هر کمپانی که یه ذره عقلش برسه میدونه با DJI نمیتونه رقابت بکنه و کدکس هم عقلش میرسید. مثلا همین توی زمینه هایی که به قول تجاری میشه نیچ مارکت ورود کرد و این میتونه برای شما جذاب باشه به خاطر اینکه DJI تفکرش یه مارکت خیلی بزرگه. به عنوان مثال شما تو همه جای دنیا با درونتون اجازه ندارید شب پرواز بکنید به خاطر اینکه ممکنه با یه هواپیمای دیگه تصادف بکنید، چون شما ممکنه اونو ببینید ولی اون ممکنه شما رو نبینه و اینو فراموش نکنیم که خیلی از پروازهای دنیا بر اساس VFR و اگر شما بخواید VFR یعنی اینکه باید دید بر اساس ویژوال ریفرنس پرواز بکنید. اگه قرار باشه بر اساس IFR یعنی اینسترومنتال پرواز بکنین شما خیلی بد امکانات داشته باشید که درونای ما نداره و تو تاریکی شب شما باید نوری داشته باشید که از 3 مایلی دیده بشه که خب روی درونای ما نصب نمیشه این نور افکن، پس ما اجازه پرواز توی شب رو نداریم. خب اینو DJI میدونه ولی کمپانی کدکس اومده چیکار کرده؟ اومده سعی کرده دوربیناشو یه کاری بکنه که توی شرایط لو لایت، تو شرایط نور خیلی کم، حتی تو تاریکی کامل بتونن خوب پرواز بکنن. پس این یکی از مزیتاشه. یا به عنوان مثال اولین شرکتی که توی این نوع ارتباطات دو طرفه ریس مود رو آورد کدکس بود که بلافاصله بعدش DJI این رو آورد. یعنی تو مود واکسنل شما قبل از DJI ریس مود رو داشتید که مود لو لیتنسیه. اما بریم ببینیم که چه ضعفایی داره نسبت به DJI. ببینید ما توی DJI O3 تو این یونیتی که امروز من روی این درونم بستم تو نور کم خیلی دید افتضاحی دارید شما و عملا نمیشه باش پرواز کرد و همین موقع کدکس تو خانواده آواتارش یه دونه پرو رو داد که تو نور کم خیلی خوب پرواز میکرد. مونلایت رو داد که مونلایت هم خیلی پرفورمنس خوبی تو نور کم داره و در اصل مونلایت که الان من تصویرش رو یونیتش رو اینجا میذارم این یونیتیه که ساخته شد برای اینکه بتونه با O3 رقابت بکنه چون قابلیت ریکورد 4K رو داره و قابل استفاده است. من حالا تو همین مجموعه ویدیوهایی که خود این کدکس من این واکسنل آواتار من ریکورد کرده رو براتون میذارم با DJI اکشن 4 و این دوتا رو شما خودتون مقایسه بکنید. ویدیویی که میگیره درسته 1080 داده ولی انقدر نویز داره که اصلا قابل استفاده نیست. این ویدیو رو شما نمیتونید استفاده بکنید. برای رقابت با O3 اون مونلایت رو ساخت که دیگه DJI O4 داد و ترکوند بخاطر اینکه سایز سنسور O4 بزرگه و کیفیت تصویرش یه جوریه که حالا بهش میرسیم قابل مقایسه نیست. ولی مونلایت دیوایس بدی نیست ولی خب از نظر قیمتی شاید خیلی به صرفه نباشه که شما توش برید. پس در کل از نظر رقابتی کدکس توی رقابت مستقیم کنار DJI کم میاره
ولی یه سری محصولاتی داره که شما جای دیگه پیداش نمی‌کنید. مثلا این ریپیتری که الان ساخته یه دونه ریپیتره که میتونه رنج شما رو زیاد بکنه و شما اگر یه دونه مثلا درون مادر داشته باشید یا حتی یه دونه فیکس وینگ رو بفرستید، شما میتونید فیکس وینگتون بچرخه و این ریپیتر رو با خودش ببره و شما تو زمین بتونید با فاصله طولانی با اون درونی که دارید ارتباط برقرار بکنید. این یکی از محصولاتش. یه محصول دیگه که خیلی محصول جالبیه، گیمبالای یه اکسس، دو اکسس و سه اکسس که میتونید حالا باش هد ترکینگ انجام بدین یا اینکه میتونید این رو به صورت حالا گیمبال برای استیبلایزر استفاده بکنید. این دیگه آپشن شماست، شما میتونید تصمیم بگیرید این رو چجوری استفادهش بکنید. یا مثلا یه محصول دیگه ای که داره آواتار جی تی، این 2 وات ترانسمیت پاور رادیو، شما جای دیگه این رو پیدا نمی‌کنید. حالا یه بحثی که شما توی دیوایس DJI دارید که توی کدکس ندارید، ببینید ما زمانی که من کامل لینک های ویدیوی دیجیتال و نحوه عمل کردشون رو حتما به شما توضیح خواهم داد. اینو گذاشتم برای DJI. بذاره ویدیو طولانی خواهد شد ولی خب خیلی حرف برای گفتن داریم، این که اصلا مدولیشن و FDM چجوری عمل میکنه و اینا. خب بماره. اما ما توی DJI و توی حالا این واکسنیل یه ارتباط دو طرفه داریم. تو آنالوگ گفتیم که این ارتباط دو طرفه نسبت به جمینگ ایمنی نداره و اگر یه جمری بیاد یه سیگنال جمینگ رو بفرسته، چون من به عنوان گیرنده که عینک روی صورتم یا دارم ویدیو رو دریافت میکنم، باید سیگنالمو بتونم برسونم و بتونم تلمتری انجام بدم که بدونم بهش بگم من دارم با چه سرعتی دریافت میکنم، سیگنالم چقدره و اون بتونه دیتا ریتش رو کم بکنه. ببینید ما توی سیستم آنالوگ هر چیزی بگیریم چه نگیریم اون میفرسته. توی HD0 هم همینطوره. HD0 اصلا کاری نداره به شما که شما چه جوری دارید اینو دریافت میکنید، اون براتون میفرسته. شما میبینید سیگنال خراب شد برمیگردید. اما توی سیستم‌های دیجیتال دو طرفه، نمونهش همین واکسنل یا DJI، وقتی که سیگنال شما ضعیف میشه دستگاه شروع میکنه دیتا ریتش رو کم کردن. اینجوری هم توان ارسال میتونه افزایش بده، یعنی سرعت رو کم میکنه. وقتی که سرعت کم میشه هم توان ارسال افزایش پیدا میکنه، هم حساسیت گیرنده، یعنی من میتونم صدای ضعیف‌تری رو بشنوم سمت گیرنده خودم. بر همین من میتونم یه مقدار رنج بیشتری داشته باشم یا اگر سیگنالم با جای دیگه برخورد میکنه بتونه اینو برگردونه به من و من بتونم اونا رو باز استفاده بکنم. و یه خاصیت دیگه که داره اینه که میتونه دوباره ارسال انجام بده، این ریترانسمیشن میتونه بکنه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه من تأخیر دریافت تصویرم متغیره. من توی یه سری ارتباطات مثل آنالوگ درست تأخیر دارم موقع دریافت تا 50 میلی ثانیه، ولی این همیشه ثابته. اما توی ارتباط واکسنل یا DJI این بر اساس همون تغییر دیتا ریت و ریترانسمیشن تغییر میکنه. پس واسه همین ریسرها خیلی دوستش ندارن. حالا واکسنل و DJI یه آپشن رو گذاشتن به عنوان ریس مود که حالا ویدیوهاشو میتونید ببینید. من خودم چون ریس انجام نمیدم اصلا نمیتونم راجبش نظر بدم. من تا الان ندیدم مسابقه ای رو با این تکنیک برگزار بکنن هنوز، به خاطر همین متغیر بودن دیتا ریت. یکی هم یه بحث دیگه هم که تو ریس هست، حالا شاید براتون جالب باشه، ما رو بقیه نباید اثر بد بذاریم و درون ما وقتی که فقط یه فرستنده تنها باشه مشکلی پیش نمیاد، ولی عینک ما وقتی که شروع میکنه دیتا ارسال کردن روی ریسیو سیگنال بقیه اثر میذاره. این یکی از مسائلیه که تو ریس ممکنه اذیت بکنه. و یه بحث دیگه هم حالا اسکرین، اون نمایشی که اونجا هست، ما دیتا اینکریپتد نباید داشته باشیم، دیتا ما کد نباید داشته باشه، باید همه بتونن رو ببینن، چون بعضی اینا که خودشونو میارن رو کانال شما که ریس شما رو ببینن. و خب توی DJI و توی واکسنل این به خاطر اینکه با یه بایند شدن انجام میشه این کار، من نمیتونم ویدیومو به همه بدم. حالا این بعضی وقتا یه مزیته، بعضی وقتا یه نقطه ضعفه. ما برگردیم رو بحث واکسنل. پس یه سری محصولات خاص داره. این محصولات مثل ریپیترش، مثل دوربینایی که
تو نور کم خیلی خوب کار میکنن، مثل آواتار پرو، مثل مونلایت و گیمبالاش که حالا هد ترکینگ. من خودم زمانی که واکسنل رو استفاده میکردم، من روی این درونم، روی این سایز درونم بستم با این BRX. من به این عینک با HDMI وصل میکردم. اما خب یک بحث این که من گاگل دورم دارم و خیلی کیفیتش خوبه و دوست داشتم با اون پرواز کنم، خب اینجا ذره کیفیت میومد پایین. یه بحث دیگه هم اینه که ویدیوی اینو دیدید، خیلی ویدیو قابل درست دیجیتاله، بهتر از آنالوگه، بازم 10-8 داده، ولی به خاطر نویزی که تصویرش داره و بالا پایین شدن نور خیلی ویدیو قابل استفاده نیست. ولی O3 و O4 کاملا قابل استفاده هن. یعنی O3 با گوپرو 7 من تقریبا یه کیفیت تصویر رو داره و خب به صرفه تره، یعنی چون شما دیگه لازم نیست یه بار اضافه رو حمل بکنید با خودتون و اگرم درونتون حالا کرش کنه، شما جزو کامپوننت هایی که خود درونتون هست. پس برای من منطقی تر بود که سویچ بکنم به DJI، چون من مزیت دیگه‌ای تو این قضیه برام نداشت و باید تو همین خانواده میموندم اگر میخواستم این رو حفظ بکنم، که حالا باید 2 تا عینک هم میکرد. فت شارک این عینک دامینیتور رو میداد برای واکسنل که عینک خیلی خیلی خوبیه، ولی مشکلش اینه که نه ورودی HDMI داره نه هیچ چیز دیگه، یعنی فقط با واکسنل کامپتیبله. ولی عینک خود واکسنل که الان اینجا براتون گذاشتم، این هم ورودی AVI داره، هم ورودی HDMI داره. AVI گذاشته برای اینکه بتونین آنالوگ رو وصل بکنین و همین که واکسنل رو میتونه باش استفاده بکنه. ولی یه ذره گرونه، یعنی قیمتش رو زمانی که داد بیرون نسبت به DJI خب خیلی قیمت خوبی داشت، ولی DJI وقتی اینو دید شروع کرد باش رقابت کرد. یه عینک دیگه هم هست که این عینک واکسنله. این عینک هم عینک خیلی خوبیه. این 2 تا عینک ها هر دوشون هد ترکینگ دارن، یعنی شما میتونین وصلشون بکنید و میتونین این گیمبال رو با حرکت سرتون تغییر بدین. مخصوصا حالا واکسنل کاری که کرد اومد روی ماشینه ها هم این رو پیشنهاد داد، یعنی شما میتونید این گیمبال رو به جای اینکه رو پرنده‌تون بذارید روی ماشین هم بذارین و اینو با همین سیستم هد ترکینگ هدایت بکنید و حس ماشین بهتون بده، انگار تو ماشین نشستید. حالا کلی ویدیو داره، اگر کدکس رو فالو بکنید یا واکسنل رو فالو بکنید تو اینستاگرام یا جای دیگه، کلی ویدیوهایی که کاربراش گذاشتن رو میتونید ببینید. یه دونه درون کوچیکم داد که همون سایز درون کوچیک منه، درون 2 اینچیه و روش هم یه دونه مونلایت گذاشت، اسمش گذاشته گو فیلم. ولی این خب نسبتاً درون خوبیه، ولی پکیج یه مقدار پکیج گرونی در میاد. بعد از این که DJI محصولات O4 رو داد، O4 معمولی و O4 پرو، یه ذره دیگه حالا خیلی منطق نداره خریدن این درون تو این سایز با این وزن، چون ایر یونیتی که داره حدوداً 30 گرم مونلایت، یه ذره هم گرونه هم سنگینه برای این سایز درون، ولی پروازش بد نیست. نمیدونم، حالا اگر خواستید تو خانواده واکسنل ورود بکنید بد نیست داشته باشید این درونو، ولی در کل واکسنل بیشتر برای مصارف خاص خوبه. حالا مصارف خاصش رو خودتون میتونید بیشتر ببینید، یه مقدار برند کمتر شناخته شده ایه، شاید این برای کسی که داره یه درون میسازه مزیت باشه، ندونن از چه سیستمی استفاده کرده، پاک بکنه احتمالاً اینکه کسی بفهمه از چه درون و از چه برندی ساختید، انتقال تصویرش رو تقریبا صفره. و حالا مثلا اون مزیت ریپیترش، این مسائل یه ذره متفاوت. یه ویدیویی که الان می‌ریم با هم ببینیم که فکر کنم براتون جذاب باشه، ویدیویی که من با این درون پرواز کردم قبل از اینکه فریمم رو عوض بکنم که بتونم O3 روش بذارم. این آواتار، واکسنل آواتار روش بوده و من ویدیویی که خود این ایر یونیت ریکورد کرده رو در آوردم با ویدیویی که با این DJI Action 4 گرفتم، کنار هم میتونیم مقایسه بکنیم.
تو نور روزه و حالا این دوتا ویدیو رو ببینید. ویدیو جالبی شد. باشگاه کراسفیتی که حالا خودم میرم اونجا به صورت هابی من این فیلم رو گرفتم. این ویدیو رو ببینیم، مقایسه این دوتا رو ببینیم، برگردیم تا ادامه بدیم ویدیو رو. این ویدیویی هم که الان داریم میبینیم یه جورایی میتونیم بهش بگیم رنج تست این دیجی آواتار. یه بازیه به اسم ایرسافت که حالا من هر بار میرم درونم هم میبرم با خودم. تفنگامون عین تفنگ واقعیه، هم تیر پلاستیکی میزنیم ولی یه جورایی شبیه ساز جنگه. و این محیطی که رفتم یه محیط جنگلیه که من تا جایی که دیگه جا داشت درونم دیگه دیتا ریتش تا آخر اومده بود پایین به من آلارم قرمز داده رفتم. حالا نسبت به جایی که استارت کردم و نسبت به جایی که دیگه دور زدم برگشتم شما میتونید رنج این واکسنل رو ببینید. این هم در نظر داشته باشید که تو هر ورژنی واکسنل رو بهتر میکنه. من اون موقع آخرین ورژن استفاده نمی‌کردم، شاید هم یه ذره بهتر شده باشه، ولی تا موقعی که من داشتم از بابت بردش هیچ ایرادی ندیدم و هیچ مقایسه‌ای هم نکردم با DJI O3. مقایسه‌ای که توی یوتیوب دیدم یه ذره میگن O3 بهتر از واکسنل عمل میکنه، ولی چیزی نیست که من متوجه شده باشم. بریم ویدیو رو ببینیم برگردیم. یکی از محصولات خیلی خوب واکسنل، محصولاتی که واکسنل برای درونای کوچولوی 1S زده که واقعا برای درونای 1 تا 3S قابل استفاده است و قیمتش هم ارزونه. یعنی شما هم وزنش کمه هم ارزونه. تا قبل از اینکه DJI اون O4 رو بده، O4 کلا 10 گرمه و 4K هم ریکورد میکنه. این محصولات واکسنل بی‌رقیب بود، ولی الان هم خود DJI این رو زده، هم یه محصولی رو داریم که
HD0 زده که دیگه اون AIO یه جورایی دیگه نیازی نیست شما اون مینی ووپا و درون کوچولوتون رو با واکسنل پرواز بدید. تو قبل از این خب خیلی مزیت محسوب میشد، شما روی درون کوچولو میتونستید انتقال تصویر دیجیتال داشته باشید که دیگه امروز مزیت محسوب نمیشه. اینم حالا تو ذهنتون باشه. یه جنبندی آخر بکنیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. یادتون نره هم سابسکرایب بکنید هم لایک ویدیو رو، این کمک میکنه به دوستان دیگه هم نشون بده الگوریتم یوتیوب و محتوایی هم که قراره تولید بکنیم ادامه دار خواهد. واکسنل به درد کار خاص میخوره. یعنی شما اگر کاربرد عمومی از درونتون داشته باشین، من شخصا سیستم واکسنل رو بهتون پیشنهاد نمیکنم